سلام دوستان، این یه اتو بخار فروشگاهی جدیده با بردم هست. ما باز کردیم، مشکلش هم اینه که بخارش قطع و وصل میکنه. هم چک کنیم ببینیم مشکل از کجاست. همونطور که تو فیلم قبل مشاهده کردیم، ترموفیوز دستگاه با اون متر جواب نداد، یعنی سوخته بود که ما ترموفیوز این دستگاه رو تعویض کردیم. همونطور که مشاهده میکنید دستگاه داره بخار میده با کیفیت بخار بسیار خوب و زیاد. این نکته هم که قبلا در موردش راجع به این اتوها صحبت کردم، همون پیچ بخار مال بویلره که حتما پیچ بخارا رو بعد از اینکه استفاده کردین و بخار سرد شد باز کنید و مایع آبی که داخلش جمع شده بر اثر سرد شدن بخار ازش خارج بشه. اکثر این دستگاه هم این پیچ بخار معمولا در پایین و پشت دستگاه هستن. این پیچی باز میکنید و بخاری که توش سرد شده تبدیل به آب شده از این ور بریزه بیرون، داخلش نمونه تا بویلر نپوسه.